چیکار کنیم؟ امروز می‌خوایم یه ولاگ ساده بگیریم از یه روز آره ما هم تفریح کنیم بیشتر جایی که میایم با هم می‌خوایم ویدیو. و الان اولین جایی که اومدیم شلالا. خیلی گشنه. غذا بخوریم نمیریم. بعدش می‌خوایم بریم کتاب فروشی چون فقط بریم کتاب فروشی. و یکم قدم بزنیم و یعنی هیچ تفریح دیگه به جز کتاب فروشی نداریم. بچه‌ها صدف تا اول دستگاه شلفتیه. بابا باز اینجوری باز کرده. باز نمی‌شد. خوشگلم این که اینجاست رو. خب می‌گیری؟ گشنه بود قول کرد. آرش نمی‌خواد راحت میشه. خوره به تقریبا. نگاه اینجوری. یعنی طرف یکی کرده زحمت کشیده جا گذاشته برام. خیلی دستگاه شلفتی و احمقه. خودتو میگی؟ نه حنانی که جوری غذا می‌خوره از کل عضلات صورتش استفاده می‌کنه. همش حرکت ببین اینجوریه وایسا. یعنی چرا یکی لبش می‌خواد؟ چرا انقدر عضلات فعالن؟ بابا تو منظورت چیه؟ ببخشید نگاه خونه اکسای صورتش تکون می‌خوره. خب چطوری باید غذا بخورم؟ درست بدون اینکه چرا می‌خوره با لذت. سیکس پک در میاره الان 2000 years later. بچه‌ها غذامون تموم شد. منم برو شادی و حنا دارن بازی میکنن. بازی ما تو مدرسه خیلی انجام میدادیم. اینو توی مدرسه انجام دادم پس 3 تا انگشت دست دادم. راست میگم همیشه دستمون رو میبردیم. اومدیم یه کتاب فروشی که ما همیشه جذبش میشیم، یعنی هر بار میایم 6 ساعت اینجا هستیم. بعد شادی همیشه تو فانتزی هست. چیه ببینم؟ دوست داری؟ نه نمیدونم. بزن بیشتر دوست داری؟ جز اون؟ فقط هری پاتر. این جدیدن خیلی همه دوستش دارن این. ولی خب نمیدونم چیزم دوست دارم. هر دو به هر حال. میخوای رو حلقه اومده بخدا. ناشتی خب اونم آخه میدونی دوست داری؟ آره خیلی. بریم خیلی خوشگله صدف هم که فلسفی تو ابد فلسفی خوشم میاد. جنینان؟ آره برو ببینم میدونی من چی دوست دارم؟ نه خیر الان رسیدی ولی تو نگفتی. 1001 شبو دارم. یه بریم 1001 شب خودم نشون بدم. اینجا 850 مدل 1001 شب من خیلی زیاده. یکم پاره میشم بخونم. بچه ها من یه دونه از اینا دارم دقیقا ولی اینش داره رشد میکنه و میخوره به شیشه هاش. اگه میدونید باید چیکار کنیم تو کامنت ها بهمون بگید. بچه کراش شادی رو مشاهده میکنیم. مشاهده بکش مثلا اینو ببینم فقط 913 تومن ببخشید از این نقاشی الماسی ها. خیلی خوشگل نیست؟ نه بچه ها اینا خیلی خوشگله. چی میگن اینا؟ جامعه دادی چماخی پیدا میشدی یه دونه بگیرم خیلی خوبه. آره دقیقا چه میخوام میشه زدی کسی رو خیلی خوبه خوش دسته. شبیه این باگته. یه 800 تا اینجا هست. این چیه؟ بودم سریع قدیم چی میگی؟ سری قیدی اینجا چیکار میکنه؟ آشغال جای خودکاره. برای قلب کلیه با هم بگیریم. من خیلی آدم فرهیخته ایم بین شما دوتا. چرت و پرت میگه دیگه. بذار بریم دیگه بریم دم درم نشون بدیم. بذار خودم رو تو اینجا نشون بدم.
بیا پایین‌تر. من نیستم. بچه اینجا انتشارات امیرکبیره. بیا تو این آینه باشید. شادی حالا موهای صدف همیشه مزاحم. دروغ میگه. این آقایه رو دوست داشتی؟ نوم زدت بود. این؟ اصلا سر نداشته باشه نوم زدت نه؟ نمیخوام. نه خوبه بهتون قشنگه. خب. بریم؟ اینو نگاه. از ایناست که شماره داره. بعد رنگ‌های مختلف رو بزنید تو شماره هاش. قشنگه باحاله. خب صدف جان. بله. کجا بریم دیگه؟ سلطان توی نه تو مسیر رو باید تو اینجا رو دوست داری؟ باشه هرچی. ما که فقط کتابخونه ها رو میگردیم ولی آیا بر بقیه جذابه؟ نه نمیدونم. جالب جذاب. شادی نظر تو چیه؟ راجع به چی؟ اینکه کجا بریم دیگه؟ همینجوری میریم یه جایی میرسیم دیگه. آفرین. اینجا هم یه جاییه که همیشه میای. نشر چشمه است؟ نه کتاب دیداور. نشر چشمه اون یکیه. نه اینجا زدم. این بیشه نشینان رو من داریم. ولی خب کار دارن میکنن. بعد نمیتونیم. آره چون تو تخفیف خریدم. جالب نیست. بچه کراش ما میشه کجا؟ اینجا. چتر. بچه در حال تلاش برای جا کردن سویشت شادی تو این دیگه جا نمیشه. میشه. اصلا سویشت خیلی گنده است. شادی سر بود مگه برداشتی سویشت ها بودی؟ من نشد سرم. اینو مسخره کردیم این نمیره تو آیشکال. ولش کن همین کار میکنی. یه راه حل پیدا کردن اینجوری. الان زشت شدی؟ زشت نیست. اگه زشته تو کامنت ها بگین. خب بریم تو دیگه. تو کامنت ها زشته. این صوبشونه خیلی خوشگله ولی من اینو با جلد کالینگو رو ندارم. اینو من دارم. این قشنگه؟ منو نخوندم ولی سال بلوا رو خوندم. جالبه قشنگه. بریم نجاتش بدیم صدفا حرق نشه. وای نشر ماهی خیلی نشر جالبیه. یعنی انقدر هماهنگ همه رنگاش دوست دارم. ما از اینو به هم میخریم. شب و دوست داریم؟ آره دوست دارم. چیه؟ اینو خیلی خوشگله. چرا اینو بود؟ بذار ببینیم چقدر یکم اووردوز کنیم. اینوریه 325 تومنه زیاد نیست. فرنز بایسا فرنز فوکس کن مردک 300 تومن. ای گفتیم میخوام برم برای چی؟ خدا بخاطر همین وسطش دوست دارم. نه تازه روی توش هم دیدم چیزه از اینایی نیست که نصب تعلیق نوشته باشه نتونی بخونی. چند این الان؟ مفت. جدیش هم ببین چنده؟ نمیگیره؟ چقدر؟ مفت. شبیه صدفه؟ یه بود اینجوری با آهنگی میره. آفرین صدف شبیه این مجسمه پایینی هم صدف رو بگیر یه دادم صدف اون شکلی شد. نه اینجوریه دستش توه. یه نگاه کن. اون قشنگه. این خوب تنده داشته ما یه اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری در مقام ما افتد. درست نخونه؟ آخه خوب نوشته نگاه دست تعلیق نیست. از چپ شما میریم صدا میاد. خیلی صدا هست بیرون بخاطر زیاد تو بیرون ویدیو نمیگیریم. شدی؟ اینجا رو بریم برو تو. داره شادی رو مجبور میکنه یه کتاب بخره. نه مجبورم نکرد. من این آقایه رو دوست دارم. بابا همه داره کامون رو الان میگم همه پیرزن دارم. خوبه خوبه ببین اولش حال نکردم ولی خوبه. برو بابا
بدسری داری. کلبه عموگامی رو من دارم. از اینا برام میگیری کارتونشو دیدم. منم گوهای اشرافی. چی اصلا؟ تو بشه شاید. چطور شاید آرت بوکشه. آرت بوک هم نمیتونه باشه. چقدر کتاب های دیزنی هست اینجا برو. آروم باش. چجوری یه جوری صفحش نیست؟ صحنه قوی باشه. چه صفحه‌ای باشه؟ عادی شفیع صدف نیست کلاغه. کلاغه رو میگی؟ چرا خیلی شبیه حیوانات و انسانات رو داری تشبیه میکنی. خودتو ببین صدف بیا اینطوری اصلا از تو خیلی زرده دیگه. دوستان هنوز شادی ببینید هنوز از گنده بخش باشه فرار کرده. یعنی تو ویدیوها خیلی لطیف و ناز ولی الان ببینید که حواسش نیست. این ما داریم ویدیو میگیریم داره شادی و عذاب میده. مرسی که ویدیو رو دیدید. من برم این دوتا رو یکم جدا کنم تا هنوز شادی رو نکشتیم.